رنگ سلام. سلام آقا. آقا داور بفهمه جانم. خوبی آقا؟ قربون آقا، چاکرم. خوبی هستم. کی؟ از خلیل معلم بهشت. خوبی آقا؟ اسم چیه داداش؟ چاکرم. رولی. چی؟ رولی. رولی؟ اولین بار زنگ میزنی؟ ها؟ اولین بار زنگ میزنی؟ آره. رولی. خب اسم استارت رولیه. آره. نه اسم مستعارم نیست، اسم خودم رولیه. گوش کن. خب بگو چی میگی؟ داداش من 3 سال این حکومت شما کوبوندین، هیچ کاری نتونستیم بکنیم. گوش میکنی آقا؟ میای اونجا میشینی پشت رو میگه امت خر خودتی. آقا تو آقا ببینم تو خدا وکیلی این میکنی خداییش. من نه پاسدارم نه کارمندم نه هیچی. شما رولی جان گوش میکنی آقا؟ رولی جان ببخشید. رولی جان ببین عزیزم، این امت خر اگه از نظر تو خر نیست پس خودت خری. چرا؟ چون خریت نه تنها جو خوردن است. این خود آخوندا میگن یه مرید خر. نه دارم راستشو بهت میگم، فروش نده. میگم اگه تو چی؟ اندیشه سیاسی داری اصلا؟ نه. خب چی میگه اینجا؟ من دنبال من مایم، دنبال مایه تیله هم واسه خودم و مردم ایران. کدوم مردم؟ همین مردمی که دوره برت هم ببینید شیر وایسادن. تو حالیت نیست. ایشونو میکنن عزیز من. آقا 70 میلیون آدم دارن زندگیشونو میکنن. نه زندگی داره اونا رو میکنه. اشتباه میکنی. یعنی آخونده داره اونا رو میکنن، زندگی نمیکنن اونا. ما میخوایم یک کاری کنم مردم زندگی بکنن، نه اینکه آخونده اونا مردمو بکنن. فهمیدی یا نه؟ تو حالیدی؟ بله. یک چیز میخوام بهت بگم. بگو تا یادت نرفته. بگو رولی جان. گوش کن. یکی داره انتقاد میکنه ازت، زود از کوره در رو گوشی رو قطع نکن. گوش میکنی؟ من قطع نمیکنم تا موقعی که شما ادب رو رعایت بکنی ما در نظرتیم. شما رعایت کنید حداقل اون طرف. میگه امت خر رو همه رو جمع میبندی شما. آقا امت خر آقا جان نوکر پدرتم. اونایی که اصلا یارو جز من دین من اسلام شیعه اصلا عشری. اول نه نگه. آها تو شیعه. نه مشتی نه آقا تو اصلا اون فرق مذهب و دین و فرقه رو نمیدونی. من آقا چیکارت کنم؟ گاگولم. ها؟ گاگول هستم من. نه گاگول نیستی، بسیار آدم محترمی هستی. رولی هستی. رولی یک شعبه از یه انسانهای به خصوصی که آماده هستن انشالله به اکثریت خاموش بپیوندن. به همین جهت شما اینو من بدون، این شیعه اصلاح حشری انگلیسی یه فرقه است، اسلام نیست. اسلام ما حضرت محمد، حضرت قرآن و خدا یکتا پرستی داداش. اینا که اینا همش اینا میگن آقا قبر و مبر و نمیدونم امام حسین، اینا اصلا مربوط به قرآن نمیشه. امام حسین آقا این امامات تو قرآن نیومدن. شما چرا داری زور چپون میکنی؟ ببین میتونی میخوام بگم که اگه میخوای توهین کنی درست نیست. آقا من که هنوز نکردم که تو میگی میکنی. آقا عجیبه. نمیدون نماز نخونه امام حسین این که آقا نماز نه. اول ببین عزیز من ما از بطن ما زاده بچه مسلمونیم. تو نمیتونی یک شای بگیم رای. آقا من اصلا آقا من عاشق شما. ببین من عاشق امت خرم. ببین به قول آخونده یه دونه مرید خر اندازه یه پارچه آبادی میارزه. من اصلا دلم نمیخواد شما اخریت، نه شما رو نمیگم ها، امت خر رو اخریت بیان بیرون، چون اونا فردان به درد ما میخورن. ما میتونیم روشون سوار شیم. نه امت خر باید هم میشه خر بماند. این واقعا به نفع ماست، به نفع آخوندام است. ولی آخوندا دیگه سوار شدن بسشونه، حالا ما باید سوار شیم. داستان اینه. ما الان همه دعوامون سر امت خره. من چی بهت بگم؟ شما باید میگردی میگه امت خر. نه داداش شما امت خر نیستی رولی جان. این حرفا رو نزن. شما به هیچ وجه همین اندازه که انقدر فهم و شعور داری، الان 3-4 دقیقه با من صحبت داری میکنی، فوش خار مادر ندادی، شما امت خر نیستی. هر کی هم بگه من قبول نمیکنم. آره خواهش میکنم داری صحبت میکنی لااقل جمع نبن همه رو. آقا امت خر ببین تو امت خر یه دونه است. شما حالا چی؟ اون طرفی که زنگ میده 10 دقیقه پیش 5 دقیقه پیش زنگ زد گفت امت خر نمیدونم فلان و فلان و قرآن و خدا نه بخشنده است. بابا تو کی حالت میشه گوسفند؟ اون بنده خدا که شده بود 5 دقیقه پیش. نه کارش درست بود. ببین شما الان رولی جان شما یه ذره
امیدوارم که شما فهم میکنم چند تا رفیقات از این امت خرن. چرا؟ چون هر کاری به میکشه دوباره میپری همون وری. ببین داداش، امت خر خائن به ملت ایران هستن، اینو بدون. به معنی که اوضاع عوض بشه چوب تو آستینه هر چی امت خره میکنن. اینو من به تو بگم، بزرگترین یعنی توهون آخوندا که در میرن، توهون آخوندا رو امت خر میدن. امت خر اینو باید بفهمه. همین طوری نیست آقا من رفتم 2 تا کوپن دادن من نفهمیدم گفتم گو خوردی نفهمیدی. تو یه عمره داری پدر مردم رو در میاری بعد میگی آقا من نفهمیدم. این حرفا کدومه؟ ملت ولش نمیکنن. اینو من به شما بگم، این رژیم داره ریق رحمت رو سر میکشه. حالا هر کی دوست داره با این رژیم ریق رحمت رو سر بکشه، ریق رحمت یه پاتیل گنده است، همه میتونن بکشن. هر کی خواست بره بکشه، اون به خودش مربوطه. اما تو بدون این آخوندا، من توی آمریکا فقط قسمت آمریکا رو بهت میگم، مثل خر دارن خونه میخرن. شما الان بیا این یارو داستان دفتر و دستکی که از نظر چیزی همین توی لس آنجلس رو انداختن، بیا نگاه کن چطور امسال این عزاداری تو لس آنجلس کمه لخت دارن راه میرن. اینا اومدن، یعنی ببین چقدر تعدادشون زیاد شده. اینا همه فک و فامیلا همه مایه آوردن، شما رو اونجا ولتون کردن، امت خر رو گذاشتن اونجا، چون اینا از اول سوال گرده امت خر بودن، از امت خر استفاده کردن. ما دیدیم با عجب امت خر امت خوبیه، حالا ما میخوایم ازش استفاده کنیم، چرا آخونده ازش استفاده کنن؟ آقا داور چاکرتم. 30 سال این نظامو، الان که 33 سال داره میگذره، 30 سال این نظام آخونده داشتن برپا. بعد از این 30 سال الان این 3 سال اندیه که پاسدارا اومدن گرفتن، اینا هم حداقل 30 سال 40 سال اینا نگه می‌دارن، میشه 60-70 سال. این نگاه کن. آقا داداش شما این حسابه که میکنی کوره واسه فلانش میکنه، اینطوریه که میگی نیست. آقا این چه حسابیه تو میکنی؟ همین الان ملت ایران آقا 6 میلیونن، فقط میخوان با دندوناشون این پاسدار رو بسیجی و امت خر رو با دندون فقط تیکه تیکه کنن. اینا جمعشون یکی نمیشه. تو دوران شاه ساواک هم بوده، میزدن مردم و هرکی به شاه فحش میداده ناسزا میگفتن، اونا میگفتن خدایش بدتر از این شکنجش میکردن. خدایشی که به شاه فحش میداد بدتر از این شکنجش میکردن. الان که میان تو تظاهرات میگن به آقا فحش میدن، به اون فحش میدن. اولا آقا اجازه بده، شما مثل که تو بار نیستی. اولا که اون کار درستی نمیکرده، یک. دومی که به این صورتی که تو میگی نبوده. 2 3 حداقل زمان شاه یا لقمه نون بود مردم بخورن، مرد حسابی. به خاطر اجازه بده اجازه بده به خاطر وجود آمریکا، به خاطر حالا من قد نگفتم یه چیز میخوام بگم، تعارف نداره. من میام چشمم چشمی میام یه مبل میخرم، تحت فشار که میافتم میگم ای دهنشون سرویس فلان، نمیتونم به قسطم برسم، مشکل که بدم میگم ای دم فلان، نمیتونم پول ویزیت بچه‌ها بدم، دم میبندم پشت ما، مسئولین نظام میبندم پشت. آقا اصلا رولی جان خودمون مشکل داریم. تو نه مشکل نه، تو وضعت خوبه. از امتی بهت میاد. ببین در زمان شاه به مناسبت گنج حضور آمریکا یه لقمه نون بود غذا مردم بخورن، مردم صداشون در نمیومد. اما الان ولد زنا اون یه لقمه نون که نیست هیچی، موسی همه که تجاوز میکنن هیچی، هر کاری عدن. آخه این که دیگه اومدم فوشم که این اصلا داستان برعکسه. فقط شما یه عده شما داره میخورین، خب ما میخوایم از چنگ شما در بیاریم. اون دارید چنگاله میبرید دم دهنه، در دستت میخوایم بخاپیمش. پس چی؟ نمیخوام دیگه شما بخورید، شما اندازه 10 نفر میخورید، بحثتونه. شما باید جلوتون رو گرفت و این کارو داریم میکنیم. هر کم بوده دوروبریاش خوردن دیگه. نه هنوز مملکت جا داره، مشتی خصابی جا داره، نمیذاریم بخورید. ما الان نوبتی هم باشه، نوبت ملت ایرانه. تو بگو جنابالی بیا تو رأس بنشینی، دوروبریاش نمیخورن؟ چی؟ نه به خدا میخورن. نه امکان رحمان میخورن. ببین اینایی که میگی چون شما یه عمر در دوزی متولد شدی، در دوزی هم زندگی کردی. گفتم یه بچه هستم. آقا اجازه بده، شما وقتی به اجازه بده. آقا مشرول جان، شما وقتی به همه حقوق به اندازه بدی، همه راضی باشن، اگر کسی خلاف بکنه چوب تو آسینش میکنیم. فهمیدی یا نه؟ وقتی حقوق شما اندازه اجاره خونت و زندگیت باشه، غلط میکنی دزدی بکنی، باباتو در میاره قانون. این حرفا کدومه آقا؟ آمریکا الان داره برای تمام دنیا داره درست میچرخه، تنها ایرانه که دستی مش
آخوند کونیه. فکر میکنی که آمریکا بیاد ایران بگیره از این بهتر میشه؟ آمریکا نمیگیره، ملت ایران میگیره. مشتی ملت ایران الان عین شیر وایساده. تو صبر بکن، همین الان شما نگاه بکن، همه این یارو تکیه مکیا و هیئتا همه خلوته. این نشونه چیه؟ نشونه قهر ملت ایرانه. این قهر اگه تبدیل به زور بشه، خار و مادر یه نفر تو اون سرزمین امت خر زنده نمیمونه. اینو من به تو بگم. ببین اونی که نمیره تکیه و مسجد حسینیه میگه خلوته، به خدا شلوغ مردم نیا کن. آقا نمیرن. 100 تا ما گزارش داریم. تازه داداش حسین اصلا کسی جرئت نمیکنه بره مسجد، میترسن چونش بزنن. چون الان مسجد بری باید با چنبن بره، چون ولت نمیکنه، یارو میپره رو پشتت. این دیگه یکی دو نفر نگفتن، 100 نفر گفتن. حسینیه هم همینطور منتظر زن و ناموس مردم هستن. همه اونجا بنگ میکشن، حشیش میکشن، کونه هم دیگه میزنن تو این حسینی‌ها. و نه خودش اینجوری نیست. اختیار داری. شما یه ذره دیرتر برو. هستن جوانایی هستن، دخترایی هستن که برای دست روی که میرن تو خیابون به پای هم دیگه هستن، نمیدونم دنبال مسائل دیگه هستن ولی نیست همه رو جمع ببندیم. دل من نه نماز میخونم، نه روزه میگم، نه مسجدمو میرم، ولی اعتقادمو نگه میدارم. اعتقادت چی آقا؟ تو اعتقادت چیه؟ تو که هیچ کدوم این کارا نمیکنی. مشتی خودتو گول زدی. چه اعتقادت چیه؟ اعتقاد به چی؟ اعتقاد به دین خودم. آقا دین شما که دین نیست، فرقه است. فرقه شیعه اثناعشریه. شما 12 تا امام و انگلیس‌ها در زمان صفوی واسه درست کردن. چه دین اسم کار شما نیست که؟ چرا بی خودی میگی دین؟ تو هنوز فرق دینو با فرقه نمیدونی چیه. حتی دینو با مذهب نمیدونی چیه. اولا بخوای خیلی احترام بذاری بگی مذهب شیعه اثناعشری. بعدم تازه اینم مذهبم نیست. اصلا یه چیز مندراری انگلیسی آخوندیه داداش. شما من بهت توصیه میکنم انشالله به امید خدا بچسب به ملت ایران که از هر گونه صدمه‌ای در آینده در امان بمونی. اینو بهت برادرانه بهت میگم. دمت گرم رولی جان. اسم مستعار میخوای بزنم جزء آزادی خواه یا نه؟ هنوز در همون عالم خودتی. چند یه ما دارم گوش میکنم. خوب برخورد کردی، خوشم آمد. من چاکرم. من اراده دارم تا موقعی که ببین داداش ما این آینه میمونیم تا طرف به طرف ما مشول نکرده ما کاری نداریم که. آره چاکرت هم هستم. دمت گرم رولی جان. اسم مستعارتو میخوام بزنم رولی. رولی از کجا بودی؟ من بچه بهشهر، مازندران بهشهر. حالا نمیخواد همشو بگیم. رولی از بهشهر. آره نه آخه به ضررت میشه. تو این ولد زنا رو نمیشناسی. نه همین مشکلات هست، همه گرفتارم بیایی. نه رولی جان قربونت برم. داداشم چاکرتم، خوشحال شدم داداش. خداحافظ. وجود